دوستان حالتون خوب باشه. من علی کرمی هستم و توی این کلیپ میخوام سوالایی که از من پرسیدین رو به صورت خیلی مختصر جواب بدم. اصلا گفتن از چند سالی گیم رو شروع کردید؟ طرف هم 5 سالگی 6 سالگی طرف PC گیمر هم بودیم. آروی گیم 96 گفته بچه کدوم شهری؟ باز بچه نداره. کاپتان ولکانو گفته نام مبارکت به چه معناست؟ باید بگم که به هیچ معنی خاصی نیست و ما که یکی از عطرهای مورد علاقه هم. مهدی 4301 نوشته که اولین گیمی که زدید چی بود؟ ناموسم یادم نیست. و سوال بعدیش بیشترین گیمی که زدید چی بوده؟ از گیم هایی که تازگی زدم رنبو فکر کنم بیشترین تان پلی هم بود. هرشیا نوشته که چرا رفتی تو کار ادیت فیلم؟ خیلی یهویی شد. چند سال پیش یه کانالی بود توی آپارات اگه اشتباه نکنم یه سری کلیپ های جلوه ویژن اینا میذاشت و خیلی جذب شدم ببینم چجوری کارا رو میکنه و اینا. خودش هم آموزش اینا رو به صورت شخصی میذاشت. همینجور شد پیگیر شدم و داریم تو کار ادیت فیلم. خیلی داستان خاصی نداره. زاکی چرا رفتی تو کار خوانندگی؟ خواننده نیستم من. اگه منظورتون کلیپای گیمیه که حالت موزیک داره اینه که خیلی یوتیوبرها این کارا رو میکنن و منم که ایران گفتم برای بار اول خودم انجام بدم، چرا که نه. حالا هرچقدر بازخورد و منفی و مثبت داشت بازم یه چیز خیلی جدیدی بود به نظرم و تجربه خیلی خوبی بود. کوروش 92 گفته از سیزن چند رینبو بازی میکنیم؟ از سیزن ولوت شل، سیزن جکالا میرم. مستر 2021 گفته که با چه اپلیکیشنی ویدیوهاتو ادیت میکنی؟ اپلیکیشن که واژه اشتباهی به نظرم، چون اپلیکیشن ما چیزا گوشیه. با نرم‌افزاری که ادیت میکنم اصلیش افتر افکت، به جز افتر افکت واقعا دیگه چیزی استفاده نمیکنم. قبلا هم این نرم‌افزاری واسه فیلم‌ها رو استفاده میکردم ولی خب یه سری نیازهای ادیتی واقعا ارضا نمیکرد. مثلا همین افتر افکت کار کردم دستم خیلی واسطه. باساردات فیلم گیمز گفته راههای کسب درآمد از این کار. ببین این کار جوریه که هدف اصلیت نباید کسب درآمد باشه. هدف اصلیت باید ارائه دادن یه کیفیت خوب، یه مطلب خوب، یه چیزی که بقیه پیجا کمتر بهش توجه میکنن. کسب درآمد اصلیش که استریمه، با اینکه من استریمر نیستم. کسب درآمد اصلیش استریمه. کسی هم که استریم نمیکنن ولی فالووراشون که یه تبلیغات انجام میدن. من خودم چند باری که استریم کردم خوب بود درآمدشون، بد بود ولی خب شرایطت با اوکی باشه دیگه، نت استیبل بدو. احمد رحیمی 79 به نظرت من میتونم تو آینده استریم کنم؟ اگه میتونم به نظرت باید به عنوان شغل ازش یاد کنم یا سرگرمی؟ توی قدم اول باید به عنوان سرگرمی ازش استفاده کنی. بعد که دیدی واقعا موفقی تو این بخش قدم اولت میتونی به کسب درآمد فکر کنی. چرا که نه، خیلی دونیت کردن اتفاقا تازگی چیز شده، جا افتاده به نظرم. همینش خیلی عالیه، حتما استریم کن. دلتا پیک اپراتور مورد علاقت تو رینبو چیه؟ جکال به نظرم، جکال خیلی دوستم. دیفندم نیو تیایکو.
حسین TJ گفته که حاجی چی شد که شروع کردی به این کار؟ نزدیک پارسال بود فکر کنم. اون موقع اصلا پیج گیم من نداشتم، یه کلیپ اوتلست بود خودم ریکورد کرده بودم برای پیج یوسف کول گیمر فرستادم و اونم گذاشت. بعد دیدم در چند ساعت خیلی کامنت خوبی خورد و اینا، یعنی تقریبا همه مثبت بودن به جای که منفی باشن. همین شد که من یه انرژی گرفتم، بازم کلیپ دادم، بازم یوسف جان لطف کرد گذاشت تو پیجش. بعد یکی از دوستان گفت خودت پیج بزن دیگه، ما هم پیج زدیم و الان میگم که به نظر خودم ولی به جایی که واقعا باید باشم الان من نرسیدم متاسفانه. حالا پارسا خدری چرا دیگه از رینبو ویدیو نمیذاری؟ ببین تنوع خیلی چیز خوبیه واقعا. وقتی آدم میچسبه به سبکی بعضا باید فاصله بگیره ازش، سبک دیگه رو ادامه بده، کلیپای دیگه بذاره. الان شما تو هر پیجی بری یا فورتنایت یا پابجی یا رینبو اونش کال اف بلک اپس و اینا. و اینکه باید آدم همیشه خودشو نسبت به بقیه متمایز کنه و سعی کنه چیزای جدید بگیره. مهدی 4301 آدرس خونه تون چیه؟ نمیدونم به چه دردت میخوره واقعا. و اینکه استریم میری، من کسایی که پیج دنبال کردم میدونن که من استریمر نیستم، بیشتر سعی میکنم که کلیپای گیم رو ارائه بدم و نمیدونم چون تو ایران کسی که استریم میکنه رو خیلی بالاتر میبینن از کسی که میاد کلیپ میذاره و ادیت میکنه اینا. به نظر من کسی که کلیپ ادیت میکنه اینا واقعا خیلی زحمت بیشتری میکشه تا یه استریمر. و همین آره نمیدونم چرا تو خارج اصلا اینطور نیست، تو ایران بیشتر قضیه جا نیفتاده، یعنی که میگن طرف حتما باید استریمر باشه نه ادیتور کلیپای گیم. متین شارکی گفته چجوری لینک دونیت بسازم؟ سایت زرین پال، آره سایت زرین پال میتونی ثبت نام کنی، کارت ملی و شناسنامه اینا فکر کنم میگن اسکن کنی. آره و اینکه دونیت رو بتونم، فقط یکم حوصله میخواد واقعا دارم، ولی پیگیرش باشی سریع اوکی میشه لینک دونیت. امیر سالاری و ایران پرلی گفته روکی کراشی این سال الان من اسمش هم بیارم که این خانم نمیاد جفت من تلفورت بشه، از این نیست که اسمش ببرم یا